برای مقصد تلویزیونی باید که یک برنامه تیار کنیم اطراف همین چیندن پخته. نوحیه همدانی رفتیم میگه رئیس جماعت بسیار مرده که خوب مهمان نواز بگه گرفت خونش برد میگه او عزت بسیار مکردو همین ای پدن الله تو چویا بیاره ای لعنتی و فلان کنه اینه میگه شب خیلی اینا ما میگه سحر اومدیم روز دیگه همین تونمو پیش اصل خلاص کردیم گفتیم میریم گفت کجا میریم گفتیم مهمان خونه گفت خونه من میریم که گفتیم اگه بخشی نمیریم با گفت چی کم بودی ایوان دیده گفتیم دهن توخی بسیار دهنی پلفسای بعد داشته حقوراتی بسیار میکنی ولی همون خونه بوده چی میگن سه چور مهمانی دنگوسا اومدم همین روز تو میگه حقورات شنیدیم شب تا سحر بعد گفت که بیای پدودید نکنه همین مردم ما الحمدلله همین سنت پیامبر دارن مهمان نوازن خدا را شکر نسبت بسیاری مردم ما الحمدلله که مهمان نوازن همین برای ما را مهمون برای در مهمون خونه خوب کنه ز پدلو ای همین میگه گفت که بیای همین مرا ایزام نتین بخدا بیای بریم تو شما رخصت نتین گپ نمیزنم حقورات است بیست گپ نمیزنم خیلی میگه اومدیم قطیش تورات کردیم اصل خوندیم ششتیم چق 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 شام شید شما جماعت کردیم خوندیم چق چق گپ نمیزنم خب پای میگه چق 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 خفتن شیده است نه چویه نه خوندیم بشنگیدم میگه هم میگه همدیگر هم تریش سرد نگه داریم یه وقت میگه گفت که هم تا دو شوار داشت میگه بعد گفتیم گپ زن اجازه هسته یا چی پرسم تو گش نمونده هم میگه گفتیم خیلی وقت مرا اجازه میتیم من فعالیت کنم گفتیم مایلش و همین در اون کرد یه بار پدر تو بکشه مهمون را بعد میگه سرخون اومده بعد اوقات اومده گفتیم نخود زندگی را به همین درجه را بیاریم نخود به درجه گوگدم شوه همون خانواده که تو زمان حقورتش نکنید به مهمون چوی نیورد حضرت مولوی قصه میکنم مولوی روم بسیار یک حکایه عجیب و غریب است اکثریت اهل این مسجد نشنیدیانش از همون خاطر ذکرش میکنم اگر چنده که در بعضی موضوع ها ای را بیانم کرده بودم حضرت میگوید آن یک مرغ گرفت از مکر دام مرغ او را گفت ای خواجه همام یک شخص تور میمونه در تورش یک پرنده میافته همون پرنده ها که بیچاره را اسیر میکنه که نیت خوردنش داشته است خدرت خدای تعالی مرغ به زبان میآید از مرغای سخنگو بوده است این تمثیل است برای با شما تمثیل مرغ گفت ای خواجه تو بسا گاوان و میشان خورده ای تو بسا اشتر به قربان کرده ای تو نگشتی سیر زانها در زمان هم نگردی سیر از اجزای من ای مرده که خوب گویا فکر که در طول حیاتت ایقا گاوی تو خورده ایقا گوسپند بزی تو خورده شترها خورده حاضر اگر بپرسیمت میگه که شکمم بوی طعام نبورده است هیچ خوک نخوردم از این قدر شتر و گاو سیر نکردی ای همین 10 گرم گوشتی من سیر میکنی هیل مرا تا که 3 پندت بردیم تا بدانی زیرکم یا ابلهم از در گفت مرا سرته 3 نصیحتت میکنم انشالله فایده و منفعت چه میبینی اولی آن پند هم بر دستی تو ثانیش بر بام کهگل بستی تو برای آن که دل دور نروه که همین مرغک فند میکنه نصیحت یکمه در بالای کف دستت میکنم اگر معقول شد سرمته نصیحت دیمه در بالای بامت در بام کهگلیت وان 3 پند دهم من بر درخت تا از این 3 پند گردی نیک بخت بعد پند 3 وقتی که از خونه بر اومدم بالای درخت ششتم بعد میتونم آنچه بر دست است این است آن سخن که محال راضی کس باور مکن نصیحت اول اگر کسی یک سخن محال گفت باور نکن بشنوه که قبول نکن
اگر یک پانی که انداخت تو باور نکن. اگر گفت بالفرض که تو دولی جوان هستی بگرد بخر بچر بگرد چی جان تقم میتی، اون سفید کشیدی پنسیونر شدی با مسجد میره نمازا را به جماعت میخونی، باور نکن که محال است. زیرا عجل برای هر کس مقدر است از جانب خدا. عجل به پیری و جوانی کار نداره. اگر کسی گفت که برادر آخه چون میکنی این پول رسخات کرده برای مسجد صدقه جاریه گفته 3 کندیسیونر آورده زده ای او دا یک کندیسیونرش برده اوغلت بچسبون اما گوتم راحت میکنه سلقینه که خشرو یا که مثلا برده خونه گودکو باید تاکی دیگه شب بچسبون شبا که نداره کابینت کاری داری یا تا دیگه شب بر بودر خونه گودکات بچسبون بشنو باور نکن. زیرا زکات فریضه الهی است. زیرا صدقه جاریه آن همون پولی هست که برای آخرتت میفرستی و حتما بهت میرسه. این پولات ممکن استفاده بری ممکن نبری او را حتما استفاده میبری. یک روز و 2 روز نه جاویدانه استفادهش میبری. پس شنیدی باور نکن. بسیار نصیحتی خوبش گفت آخی سرش داد در کفش چون گفت اول پند زفت گشت آزاد و بران دیوار رفت. پری سری دیوار برمد گفت دیگر برگذشته غم مخور چون زی تو بگذشت زان حسرت نبر. نصیحت دیگه گفت اگه برگذشته صلوات فکری گذشته را دیگه نکن. نگو که سبحان الله یک وقت زمین $200 میفروختن هر یک سوتیخش اگر میخریدم موزی در $20,000 میفروختمش بر رفته که دیگه. نگو که سبحان الله اگر فلان کارا میکردم امروز اینقدر فایده و منفعت میگرفتم. همون چیز در روزی تو نبود از چی غم میخری؟ از غم خوردن ایت فایده و منفعت نیست. نگو که همسایم 5 سال پیش بچم زده بود در معرکش نمیرم. خدا جان تماس کنه او زد بر جان خودش جور کرد تو ببخشش ثواب تا بگی بگذشته صلوات دیگه فکر نکنی این طرف شه. بعد از آن گفتش که در جسمم کتیم 10 درم سنگ است 1 در یتیم دولتی تو بخت فرزندانی تو بود آن گوهر به حق جانی تو. بعد گفت ای مردک ساده ای اگه پرید از بالای درخت برمده است اگر تو مرا میکشتی شکم چاک میکردی در درون معدم یک جغلدان بگیم که معده چی داره بیچاره گندش در درون جغلدان یک دری یک بریلیانتی 30 گرمه بود میگرفتی کیف کرده میخوردی میگشتی با فرزندات هم میراث میموند راحت میکردی. فوت کردی در که روزیت نبود که نباشد مثل آن در وجود او خیل بریلیانتی کلون در دنیا نیست هیک کیف میکردی افسوس که از دست رفت رزق روزیت نبود است. آنچنان که وقتی زادن حامله ناله سازد خواجه شد در غلغله. مثل که زن حامله وقتی تولد کردن دو دوایش میبروید خاصتا اگر نو تولد کنه و عستش میبروید اگر در رودان کسی که انا به خاطر زنش رفته باشد در وقتی همون بلشکی تولدی فرزند میدونه آخه خیل داد و فیغان بلند میشود. این بیچاره خواجه وقتی فهمید که 30 گرم بریلیان بده است دیگه داد وایش برود های دریغ از دست دادم گفته داد وای برداشت. ما را گفتش نه نصیحت کردمت که مبادا برگذشته دیغمت. گفت خانه در بلندی که اوه بازی من نصیحتت نکردم چند سکون پیشتر که چیزی که گرفت دیگه غم نخو چون زی تو بگذشت چون غم میخوری یا نکردی فهم پندم یا کری. وان دیگر پندت بگفتم که زلال هیچ تو باور مکن قول محال. 1 دقیقه پیشتر نصیحتت کردم که مردک خوب اگر چیزی محالت گفتن قبول نکن. من نیم خود 3 درم سنگ ای اسد 10 درم سنگ اندرونم چون بود. آخه خدا جانی ترا مست کنه که من خودم 10 گرم وزن دارم
آخه او 30 گرم بریلیان در شکم ما چخیل میکنجا تو هیچ عقل فراسه داری؟ خواجه باز آمد بخیش گفتا که هین بازگو آن پند خوبی آخرین به عقل این در سرش زد که حقیقتا احمق بود است. مایلش گوام نصیحتی سیم تم وعده کرده بودی اکامورم بته ایدتش بسیار خوب بسیار خوش. گفت آره خوش عمل کردی بدان تا بگویم پندی سالیس رایگان. اکا با اودتش گفت بسیار عمل کردی با ای سیمش عمل میکنی که سیمش بو برات بگم. پند دادن بر جهول خوابناک تخم افکندن بود بر شور خاک. بر آدم جاهله که خوابه وقتی نصیحت هیچ اعتبار نمیته یا میشینه و میره و یکون فایده و منفعت از نصیحت حاصل نمیکند. حکمی او حکمی اون پرتفتن بذر است تخم در شور خاک که تخمی پرتفتگیت ضایع میشه و خلاص از او دیگه یگان چی طمع کرده نمیتونی. لکن که خدای تعالی با او شما را از زمره همون جهولای خوابناک بگردونه که پند نصیحت بشنویم و موافقی و عمل نکنیم. الحمدلله و المنه این مسجد است. من میدونم خاصتا جوانایی که نزدیک میشینن در خانقاه هستن بر وقت میآین جا اشغال میکنن اینو از اون جهولای خوابناک نیستن. با شما نگاه کنه که صحبت کردن چقدر سبکه. 1 ساعت در نماز جمعه صحبت میکنی یگان ذره احساسی ماندگی نمیکنی مونده نمیشه. برای چی؟ برای که گوش میکنن. معرکه خدا نگه داره. در معرکه آدمای ارلش بسیار اناخی میآین بعضیش بعد مجبور میشوی سخنای قبیح بگوی تا اینکه آرام شود. از همه خاطر انشالله این فضای مسجد دیگر حضرت مولوی قصه میکند آن کری را گفت افزون مایه که تو را رنجور شد همسایه. یک کر بود است. یک روز یک آدم میگه که نمیره همسایت خبر بگیری حمسایت کسل شده است عیادت بیمار واجبه و تو باید برای از احوال همسایت با خبر شوی. همسایه در ذمه 2 حق داره هم حق برادری اسلامی و هم حق همسایگی. گفت با خود کر که با گوش گران من ندریابم ز گفتی آن جوان. خاصه رنجور و ضعیف آواز شد لیک باید رفت آنجا نیست بود. کر بخد اندیشه کرد آخه گفت این همسایم ایم اول استگب بود گبش حیله بفهمیدم آلی که بیمار شد استی گبش نفهمم چکار کنم نه که ایلاج نیست یا با عیادت رفتن در کار. بعد کری بیچاره نقشه میکشه پلان میکشه مثل پلانای بربروس ای بعضی جوانای ما ای بچه زن نمیگیری ولی فلان کار میکنم ای خدا جون تماس کنه تا او کارا را میکنی که مسافد میشه دیگه زن چیکار میکنی در سر دیلت میزنی. کر نقشه میکشه چون ببینم کان لبش جنبان شود من قیاس گیرم آن را از خیرت. گفت پیشش در اومدم که سلامش دادم دیدم که لباش می جنبه میفهمم که انشالله میفهمید است عقلش در جوش بوده است. چون بپرسم چونی ای محنت کشم او بخواهد گفت نیکم یا خوشم. بعد میپرسمش که احوال چه خیلی همه آدم ها عادتا میگن خوبیم الحمدلله بهتر شدگیم. من بگویم شکر چی خوردی ابا او بگوید شربت یا ماشبا. میگم شکرانه خدا که احوالات خوبتر شده است. چی خوردی؟ طعام چی خورده بودی؟ یکون طعام نامه گرفته گیستوخی. من بگویم صحه نوشد باد آن از طبیبان پیشی تو گوید فلان. میگم آشی تنت شود کدام طبیب میاد پیشت خبر گیری نام یکون طبیب البته میگرفته گیست. من بگویم بس مبارک پاست او چون که او آید شود کارت نکو. انشالله میگم او که بیاید او بسیار پای قدمی سبک داره او که اومد مسئلت حل جانت خلاص میشه شفا میابی. این جوابات قیاسی راست کرد عکسی آن واقع شده آزاد مرد. بیچاره نقشه کشید چلوک پرید پلگید بخرس پلگید. کردر آمد پیش رنجور و نشست بر سر او خوش همه مالی دست. گفت چونی
گفت مردم. گفت شکر. گشت از این رنجور پر آزار و نکر، که این چی شکر است این عدوی ما بوده است، کر قیاس کرده آن کج آورده است. بیچاره این بیمار گفت خونه سوخته دشمنی ما. ای چی این بیمارم این بیمارای استانداردی نبوده است. آخی میپرسه چی حال داری؟ میگه مردم. بیچاره کرگپی اون نفهمه، با هم نقشه خودش گفت شکری خدا. بعد از آن گفتش چی خوردی؟ گفت زهر. گفت نوشت باد افزون گشت قهر. بعد از آن گفت از طبیبان کیست او، کو همه آید به چاره پیشی تو. گفت جورا کدام طبیب تر خبرگیری میآید و طبابتت میکنه؟ این دیگه از رنگ هم کار بیزار شده است. تیز خلاص شد گفته گفت عزراییل می آید بیرو. گفت پایش بس مبارک شاد شد. این زمان از نزد او آیم برد. گفتم او را تا که باشد غم خورد. گفت نباشه پروا نکن، حاضر یای پیشش اومده استم. گفتم غمی امیر بخواه در قیسش باش، انشالله مسئلت حل به پروا باش. کربی گفت کربی گفت اینو برون شد شادمان، شکر که کردم